سلام دوستان، با کانال نکاتو خوش آمدید. ساخت کامراها، مخصوصا کامرای تلفن ها که ما آنها رو به هر جا که خواهیم برده میتوانیم و لحظه زندگیمان را در آن ثبت میکنیم، واقعا خدمتی کلانی برای بشریت بوده است. چون که با واسطه این کامراها لحظه های عجیب زندگی را ثبت میکنیم که دیدن آن برای دیگران جالب است. به همین خاطر در این ویدیو به سراغ همین صحنه های جالبی ثبت شده در کامراها میرویم. پس تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک ماندن را فراموش نکنید. اول به سراغ این کرسی می رویم که به طور خیلی جالب در تحت فشار این وزن زیاد پچق می شود. و فکر شما هر کدام این لینچه ها چقدر وزن دارند؟ چنانه که میبینید خیلی هنرمند و با قوت بوده است. این ویدیو رو نیز آوردم که ریلکس و آرام بودن رو از این مرد یاد گیرید. اگر کسی به جای او بود کوشش میکرد که گریزد و بیشتر تر میشد، اما این مرد به آرامی صحنه رو تماشا میکرد. بعضا دیدن تماشاچیان زیبا بهتر از دیدن گل های زیبا است. شما با آمدن زنها به زمین فوتبال راضی هستید؟ من که نمیتوانم یک ماشین رو به طور پوره در یگانجا پارکوفکا کنم، اما این مرد رو ببینید که ورتالیات رو در جای لازمش خیلی فرآورد. اینجا باید یگان کس به این مرد فهماند که اگر سرش را تیزتر هم تاب دهد فایده ندارد، فقط باید از عقلش استفاده برد، البته اگر آن عقل در درون سرش باشد. تشویش نشوید، اینجا همه چیز از روی نقشه پیشرفته ایستاده است. این یک کار مهم برای مستحکم کردن پایه کوپروک است، چون که آب پایه کوپروک را شسته میبرد. با استفاده از این قم و سنگ ها آن را به قوت‌تر میکنند. شاید زیباترین رقصی که تا حال دیدید همین رقص است. واقعا اگر خوب توجه کنیم خیلی زیبا میرقصد. این چرخه‌ای که در پشت موتور هواپیما است را می‌بینید. این چرخه را اساساً برای نمی هوا ساختند و کارش خیلی زیباست. این کامراچی با یک حرکت ساده دنیای ماهی‌ها و پری‌های دریایی را به ما نشان می‌دهد که واقعاً دیدنی است. با این راه میتوان در درون رودخانه حرکت کرد و یک ویدیوی زیبا را ساخت. شاید این زن بعد حمام کردن گرم شده است که چنین با سچاقی پیچانده به برف‌بازی برآمده است. و فکر شما خنک نمیخورده باشد. ببینید که این دو برادر چقدر هماهنگ با یکدیگر کار میکنند. اول فکر میکردم که یازی دادرش به زمین افتاده و آسیب میبیند، اما چنین نشد. هر کی با این زن جنجال کند کپه‌اش دود کرده است. با دیدن این ویدیو جوانهایی که با او شناس هستند حتما از او میترسند. این سگ مهربان رو ببینید که کوشش دارد به صاحبش یاری رساند. واقعا سگ‌ها موجودات نازنینی هستند. به فضا برآمدن خیلی جالب است و از آن بالا منظره های زیبایی را میبینیم.
فوران کوه آتشفشان هم که از سپوتنیک ثبت شده است منظره زیبایی دارد. حرکت این دو جوان مانند است به حرکت موش‌های صحرایی که وقتی که یگان بلندی را می‌بینند از آنجا می‌پرند. مگر می‌شود که آدم اینقدر با استعداد و هنرمند باشد؟ این خلبان را ببینید که هم زمین فرودگاه را از نظر می‌گذراند و هم قدرت خودش را می‌سنجد. کسی که این راه را ساخته است اگر این گربه را به قبض کند از گوشتش گوش بریان خواهد کرد. از اول تا آخر راه را با پنجه‌های زیبایش نقش گذاشت و بعد برآمده رفت. ماشین راندن هنر نیست بلکه با واسطه ماشین هنرنمایی کردن هنر است. حالا یکی از هنرهای زیبایی توسط ماشین را می‌بینیم. واقعا این خلبان چقدر توانسته است اینقدر کناپکه را از خود کرده برای چی استفاده شدنشان را اذیت کند. شاید اون ورقی که در پیشش است برای دانستنی همین چیز هاست. ورزشی که شما دیده ایستادید نامش اسکیت بورد هست و برای کسانی است که موج سواری را دوست می‌دارند اما شنا کردن نمی‌توانند. با فکرم تا چند ثانیه دیگر غول چراغ جادویی از زمین می‌براید. تا حال سگ سمکت سوار رو دیدید؟ دیدن او آدم را خرسند میکند. البته باید صاحبش اهمیت دهد که به زمین نیفتد وگرنه زیر ماشین میماند. زیاد شدن افیرها سبب شده است که آدمان ویدیوهای جالبی را در افیر سازند. این ویدیو در اینترنت پخش شده و جرأتی که این جوان دارد همه را حیران کرده است. در این صحنه چیزی گفتن ممکن نیست. فقط امیدوارم مراتب دیگر که این حادثه روی داد کسی در زیر آن ساختمان نباشد. شاید حیران شوید که این ماشین خردکک چخیر این کشتی چند تانه را حرکت داده ایستاده است. اما اگر توجه کنید در زیر کشتی چند سیلیندر مانده‌اند که در حرکت کردن آن یاری می‌رسانند. ماشین بیچاره را ببینید که تا آن درجه پست برآورده شده است که از یک بلندی 2 سانتی متر هم برآمده نمیتواند. این ویدیو نشان می‌دهد که همه مردها اگر فرصتش پیش آید از کودک بودن خودشان استفاده میبرند. با دیدن این ویدیو میفهمیم که مردم امروز خیلی پیشرفته هستند چون که حیوان خانگی آنها خرس است. درباره این خانه‌ای که 360 گرادوس تاب میخورد چی گفتن میخواهید؟ ویران کردن یک ساختمان کلان را یک جای تماشا میکنیم. با فکرم این گربه را در اینجا اخرانیک ماندند که به رفت آمد آدمان توجه داشته باشند. این نمودی نوی کنسرت را من باری اول میبینم. شما چی؟
ویدیو این سگ که برای صاحبش خرید میکند تمام اینترنت را پهن کرده است. کسی هم او را فریب داده نمیتواند. او آمده میوه ها و سبزیجات لازمه را میگیرد و حتی باقی مانده پول را نیز طلب میکند. این زیبایی ها را ببینید که توسط پرنده هایی که در آسمان پرواز میکنند ساخته می شود. و فکرم به این دور زمان رسیدیم که حیوان ها هم ورزش کرده به زیبایی بدنشان اهمیت می دهند، هرچند که عجیب ولی واقعی است. با تمام توجه و اهمیت به او نگاه کرده انتظار بودم که با پفکش چیکار میکرده باشد، اما پفک یک بار کفید. به فکر شما کدام یک از صحنه هایی که به شما نشان دادم جالب تر بود؟ تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. برای بیخبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما با کانال ابونه شوید. لایک ماندن رو فراموش نکنید.